أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سوره القدر. در این سوره الله تعالی به فضیلت قرآن کریم اشاره میکنه و از وقت نزولی از او خبر میدهد و همچنان پیامبر خدا و بندگان مؤمن و مخلص خدا به شبی بزرگی بشارت میدهد و عبارت از شبی قدر میباشد و همچنان فضیلت و برتری شب بیان میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا یقینا ما انزلناه پایین کردیم قرآن کریم را فی لیلة القدر در شبی قدر. إنا انزلنا هر دو صیغه جمع است. الله تعالی اینجا خود به صیغه جمع ذکر کردن. در قرآن کریم گاهی الله خود به صیغه جمع ذکر میکنه إنا نحن نزلنا الذکر و إنا له لحافظون، و همچنان اینجا و جاهای دیگری، و گاهی هم به صیغه افراد ذکر میکنه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. جایی که به صیغه افراد ذکر میکنه دلالت به وحدانیت الله تعالی میکنه، یعنی الله ذات واحد است، تنها مستحق پرستش است و تنها خالق است و تنها مدبر کون است و تنها رازق است و تنها اوامری از او در کون نافذ میشه. و اما جایی که به صیغه جمع ذکر میکنه دلالت به عظمت و بزرگی الله تعالی دارد. الله ذاتی بزرگ است، اسما و صفاتی از او بزرگ است، افعالی از او بزرگ است، اوامر و نواهی از او بزرگ است، خلقی از او بزرگ است. پس او ذاتی بزرگ مستحق است که خدا به صیغه جمع ذکر کنه. در انسانها مخلوقات کسی اگر شخصی را احترام کنه، والدین خدا یا اگر انسان بزرگ برای شخص تنها صیغه تعظیم صیغه جمع ذکر میکنن. مثلا در فارسی گفته میشه شما. یک فرد اگر احترام کنن شما مخاطبش قرار میدهد. پس خالق اولاتر از به تعظیم و او مستحق زیادتر مستحق است به تعظیم، چون او ذات همه بزرگی به او برمیگرده. إنا انزلناه ضمیر هو اشاره به طرف قرآن کریم است، اگر چند قبلا ذکر نشده لکن به اعتبار شهرتش دانسته میشه و همچنان آیات دیگری از خلال از او دانسته میشه که ضمیر مراد قرآن کریم است. در سوره بقره الله تعالی میفرماید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. آیت دلیل به است که قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده و اینجا الله میگه ما قرآن در شب قدر نازل کردیم. نزد اکثر علما و رأی راجح هم است که شب قدر در ماه مبارک رمضان می باشه و به خصوص دی اخیر. پس دانسته شد که مراد از این ضمیر قرآن کریم است. قرآن کریم در شب قدر نازل شده. و همچنان در سوره دخان الله تعالی می فرماید حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکه. اینجا ابتدا الله قرآن ذکر کرد والکتاب المبین انا انزلناه، ضمیر هو اشاره به طرف این کتاب است و شب مبارک مراد از شب قدر است. پس واضح دانسته شد که مراد از این چیزی که الله نازل کرده در شب قدر و شب مبارک در ماه مبارک رمضان یعنی قرآن کریم است. فی لیلة القدر در شب قدر. قدر به معنای صاحب شرف و صاحب عزت و صاحب بزرگی و شب قدر هم شب بسیار با عظمت و بزرگی است که در آیات بعدی عظمت و بزرگی از او بیان میشه.
و قرآن کریم هم قرآن کتاب بسیار بزرگ است که الله تعالی در شب عظیم و بزرگ نازل کرده و بری شخصیت بسیار بزرگ و با عظمت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه. سید ولد آدم، سردار فرزندان آدم است و با واسطه ملک بسیار بزرگ که بزرگترین ملائکه جبرئیل است، با واسطه از این قرآن نازل شده و از طرف ذات بسیار بزرگ، ذات عظیم، الله بزرگ. پس آیت اشاره میکنه به عظمت و بزرگی قرآن کریم. قرآن الله ذات عظیم با واسطه ملک بسیار عظیم و بزرگ بری شخصیت بسیار بزرگ و عظیم محمد صلی الله علیه و سلم در وقت بسیار بزرگ نازل فرموده و مخاطبی قرآن کریم هم امت بزرگ است. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. همه از این عظیمه ها و بزرگه ها دلالت به این داره که قرآن کلام بسیار بزرگ است، کتابی پرفضیلت است. انا انزلناه. اینجا یک مسئله دیگر است که آیا قرآن کریم کاملا در شب قدر نازل شده یا اینکه ابتدا نزول قرآن کریم در شب قدر صورت گرفته؟ عده‌ای از مفسرین می‌فرمایند که قرآن کریم در شب قدر از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل شد و از او به بعد در 23 سال مطابق حاجات و ضروریات مردم بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم کم کم نازل میشه. و عده‌ای گفتن ابتدای نزول قرآن کریم در شب قدر شده، یعنی آیاتی سوره العلق، چند آیاتی اولی، این آیات ها در شب قدر نازل شده بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که در غار حرا بودن. این دو تا قول با هم در تضاد نمی باشد، یعنی احتمال است قرآن کریم کاملا در شب قدر به لوح محفوظ نازل شده و این آیت هم به این دلالت میکنه، اشاره میکنه و همچنان ابتدای نزول قرآن کریم بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب قدر صورت گرفته. اینها با هم دو تا قولی متضاد نمی باشند، امکان جمعی از اینها است. انا انزلناه فی لیلة القدر. از این آیت یک چیزی، مسئله بسیار مهمی دیگر را دانسته میشن. نزول قرآن کریم از بالا و این قرآن از بالا از نزد پروردگار نازل شده است. دلالت به این داره که قرآن در نزد الله تعالی محفوظ است و از لوح محفوظ پایین کرده شده. لوح محفوظ در نزد پروردگار است و الله ذاتی است که در بلندی قرار دارد، ذاتی عالی است به اعتبار ذاتش، به اعتبار اسماء و صفاتش و به اعتبار قدر و منزلتش در علو قرار دارد و در آیات بسیار زیادی علو را به خود ثابت کرده و هستند منکرینی که از علو الله تعالی منکر هستند و الله را در هر جا میدانند، معتقد هستند که الله در هر جا است. و ما الکلب والخنزیر الا الهنا. بعضیاش اینقدر بیادبی کردن در هر جایی که هر مخلوقی هم که میبینی خودش خدا است، حتی سگ و خنزیر و خوک اینا هم خدای ماست. و ما الله الا راهب فی کنیستی. اما راهبی را که در کنیسه میبینی او خودش هم خدا است. اینها در حقیقت منکری خدا هستند، بی‌ادب‌ترین مردم در حق پروردگار هستند، یعنی حق الله را ندانستند. ما قدر الله حق قدره. الله در آیاتی بیشماری از خود خبر میده که الله در علو قرار دارد. الرحمن علی العرش استوى تنزل الملائکة والروح. ملائکه از پیش از او نازل میشن. تعرج الملائکة والروح الیه. ملائکه به طرف از او بلند میشن. قرآن از پیش از او پایین میشه، نازل کرده میشه.
و رسول الله صلی الله علیه و سلم شب معراج به طرف پروردگارش رفت، آسمان ها را 7 آسمان زد، سدرة المنتهی را با پروردگار اونجا حرف زد، به علو رفت. بس این آیت اشاره میکنه به این که الله تعالی ذاتی بلند است به اعتبار ذاتش. و این قرآن از بلندی به پایین آمده. و ما ادراک ما لیلة القدر، و چی چیز تو را دانان چی از شب قدر، یعنی از عظمت و بزرگی فضیلتی شب قدر چی میدانی؟ و این صیغه در قرآن کریم زیاد میاد دلالت به عظمت و بزرگی همون شیء میکنه که همون شیء بسیار عظیم و بزرگ است. درباره از او چی اطلاع داریم؟ باید معلومات بگیریم. چیزی بزرگ است. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. در آیت عظمت و بزرگی شب قدر بیان میکنه، با او بشارت میدهد. شب قدر خیر بهتر است من 1000 شهر، از 1000 ماه. خود شب قدر و همچنان اعمالی را که انسان در شب انجام میده، اجر و ثوابی از او، طاعات و بندگی را که انسان مسلمان انجام میدهد، این طاعات و بندگی بهتر است از عبادتی 1000 ماهی که در او شب قدر وجود نداشته باشه. تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم. تنزل الملائکة، پایین می شود ملائکه، یعنی ملائکه ها به کثرت پایین می شود. و الروح، و همچنان جبرائیل پایین می شود. فیها، در می شبی قدر، باذن ربهم، به اجازه پروردگارشان. من کل امر، ای بکل امر، به تمام اوامری که الله برشان میسپارد و الله تعالی او اوامر موظف میکنه اینها، یا اوامر به اجازه پروردگار گرفته میآید. این آیت به چند چیز اشاره است. اول فضیلت شب قدر که در شب قدر ملائک و جبرائیل پایین میشن. ملائک وقتی که پایین شوند، ملائک مخلوق خیر است، در طبع از اونها شر نیست. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. این ملائک برای خیر نازل بشه، برای حفاظت بندگان مخلص و مؤمن، و همچنان در مجالس خیری از اینها شرکت میکنند. کسانی که شب قدر قیام میکنند، دعا میکنند، تلاوت میکنند، ملائک به اعمال از اینها شاهد میباشند. ملائک به دعای از اینها آمین میگوید. ملائک اعمال از اینها را گرفتن از پروردگار بلند میشوند. و همچنان در آیت اشاره به است که ملائک به اجازه پروردگار پایین میشن، به اختیار خودشان نیست. اینها مستقل نیستند. اینها اوامر مطابق امر پروردگار به جا میارند. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. و ملائک در انجام اوامر تخطی نمیکنند. آنچه که برشان گفته میشه فقط امر انجام میدهند. و همچنان از این آیتی را دانسته میشه که ملائک علم غیب نمیدانند و ملائک از تدبیر پروردگار اطلاع ندارند که الله چی میخواهد، الله چی امری را تنفیذ میکنه، تا با وقتی که برشان وظیفه را نسپارد، تا با وقتی که برشان امر نکند، تا وقت از چیزی نمیدانند، اطلاع ندارند. سلام هی حتی مطلع الفجر. سلام هی، سلامتی است همین شب. هی ضمیر هی اشاره به طرف لیلة القدر. سلامتی است این شب حتی مطلع الفجر، تا با وقتی طلوع فجر. از این آیات چند چیزی دانسته میشه، مسائلی. اول فضیلت شب قدر. شب قدر سلامتی است. سلامتی از چی؟ از گناهان، سلامتی از آتش جهنم، سلامتی از اذیت شیطانها. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی شب قدر از روی ایمانداری، یعنی ایمان باعث شود که شب قدر قیام کنه و همچنان طلب اجر از پروردگار داشته باشه
نیتش درست بوده باشه، به خاطر ریاکاری و سمعت و شهرت و این چیزها قیام نکند. تمام گناهانی گذشته از او الله تعالی بخشش میکنه. پس این شب برای کسانی که گناهگار هستند سلامتی است. الله گناهانشان را میبخشد. وقتی گناهان را بخشید، الله تعالی به سبب بخشیدن گناهان اینها را به بهشت میبرد، یعنی از آتش جهنم خلاص میشن. شب برشان سلامتی شد، وارد بهشت میشن. بهشت جای سلامتی است. از وسوسه های شیطان و از اذیت شیطان سالم میمانند، چون ملائک به کثرت پایین میشوند. جایی که ملائک نازل شد و در وسط مردمی که ملائک قرار گرفت، شیطان ها از اونجا رحلت میکنن، کوچ میکنن، فرار میکنن. و انسان هایی هستند که در شب بلند میشن، نماز میخوانند، قرآن میخوانند، تلاوت میکنن و دعا میکنن. وقتی که مشغول عبادت الله تعالی شدن، از گناه ها بچ میشن، سالم میمانند. از اذیت شیطان، از وسوسه شیطان سالم میمانند. پس شب برشان سلامتی است. سلام هی حتی مطلع الفجر. اشاره به است که شب ساعتهای محدود است. ابتدای از غروب آفتاب، چون شب شروع میشه وقتش از غروب آفتاب. ابتدای از غروب آفتاب شروع میشه و انتهای از شب طلوع فجر صادق ختم میشه. به این معنا که نوعی ترغیب است به انسان ها. شما در ساعات محدودی قرار دارید و این ساعات استغلال کنید، غنیمت بشمارید، استفاده کنید از این ساعات. و این ساعات زود ختم میشه، از بین میرود. یعنی وقتی که فجر صادق طلوع کرد، دیگر و فضیلت برای تو ثابت نمیشه. دیگر اگر برخیزی قیام کنی و فضیلت حاصل نمیکنی. الله تعالی ما را توفیق بدهد و تعظیم قرآن کریم و تلاوت قرآن کریم و تدبر معانی قرآن کریم و توفیق بدهد که شب قدر شب دانیم، گرامی بداریم و الله تعالی شب قدر سالها برای ما نصیب بکنه. و البته یک مسئله دیگری را فراموش کردیم بگویم. شب قدر البته در ابتدا گفتیم که در ماه مبارک رمضان می باشه و رأی راجح اهل علم، و باز در ماه مبارک رمضان در ده اخیر می باشه، بنا به نصوصی که رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب دادن و خودشان ده اخیر اعتکاف نشستن و ده اخیر زیاد اجتهاد کردن به اعمال و امتشان امر کردن که شما تلاش کنید شب قدر در ده اخیر و به خصوص در شبهای طاقش. و باز در ده اخیر کدام شب مراد است اختلاف است نزد اهل علم و روایات هم مختلف می آید. شب 21، شب 23، شب 25 و شب 27 تأکید زیاد شده و همچنان شب 29. پس بهتر است انسان قسمی که رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب و تشویق دادن به قیام و شبداری تمام ده اخیر، انسان تلاش کنه ده اخیر تماما شبها را زنده نگه بداره و اعمال نیک در این شبها انجام بدهد و به خصوص شبهای طاق یزیره 21 و 23 و 25 و 27 زیاد تأکید شده و 29 همچنان. و عده اهل علم به این قول هستند که شب قدر انتقال میکنه در میانی امی شبهای طاق. گاهی مثلا یک سال اگر 21 آمد، سال دیگری احتمال داره 25 یا 27 بیاید. اگر یک سال 27 آمد، سال دیگری احتمال داره 23 یا 29 بیاید. به او خاطر انسان تلاش کنه که ده اخیره قیام بکند و اعمال شایسته و خوبی را انجام بدهد تا اینکه موفق شود شب قدر درک کنه. صلی الله وسلم علی نبینا محمد. الحمد لله رب العالمین.